دوستای عزیز، خوش آمدید به یک برنامه از ما. امروز که برنامه از ما خیلی خوب برنامه است. انشالله که جور و صحتمند باشین، در هر جای دنیا که هستین جانشون جور باشه، دلایشون خوش باشه. دوستای عزیز، ما امروز یک نظر دارم که از حال میخوایم برای کارهای شروع کنم. اول چند کلمه سرنکی درست کنم، دیگه در کمک شما عزیزا باین با هم که بریم جور کنیم. دوستا دیگه اینی بندوبسات چیه که ما آماده دارم، یعنی چوب چیه، یعنی مثلا قاشق چیه، یعنی چیز اجاق گاز دیگ، یعنی بندوبسات چیه. اینجا که هستم ما یک کیلو سبنک دارم که سبنک را که یک خانوم هسته که به نام لیلا رحیمیه جرمونه در برم خیلی سبنکش خوب شه. یعنی یک کیلو سبنک، یعنی هم سبوس یا پوست گندومه. ما دو بسته از این دارم که در هر سه بسته ها ما یک لیوان فرانسوی از این پوست گندم یا سبوس اضافه نم. اینجا که هستم ما 4 بسته آرد سیاه دارم که آرد سیاه، یعنی 2 بسته هم که هسته آرد سیاه، ایش هم آرد کم سیاه تره، یعنی آرد سفیده، کلن دیگه آرد سیاه، یک یعنی میشه آرد سفیده دیگه. اینجا ما چند بسته میشه کلم قد از امی سبنک و سبوس خود 12 کیلو میشه دیگه. دوستای عزیز اینال بایم که بریم جور کنیم، توی هم زید قاطینیم دیگه کم کم. امیر رقم رای شما هستیم که تا ببینیم که الوا از ما چی رقم الوا میه. بین شروع کنیم بخیر. دوستای عزیز دیگه نظرم ما بسم الله بتا شروع کنیم دیگه. یک تنابل دست خود میه چیزی که بیننده هایم که بیننده از ما هستن و ثواب از این نظر شریکه. این دوستا در 6 پاکتار ما 1 کیلو سبوس اضافه کنیم. آر 3 پاکت آر 3 کیلو آر 1 کیلو اینجا سبوس یا پوست گندم. اینجا 6 پاکت بود ما 2 کیلو اضافه کنیم و در آر 3 پاکت 1 کیلو. اینی هم 1 کیلو سبنک خیلی سبنکش خوب شه. مادر نداجان جور کده در برم خیلی سبنکش خوب شه. ما این 1 کیلو بود، البته 1 مقدارش میلون سبنکش خیلی خوب شه. گزی شد کل از این ما هر خمار سیاه نیم کیلوی دیگه، یعنی نصف لیوان دوباره از همین لیوان فرانسوی دوباره سبوس اضافه کنیم. سبوس شکلات زیاد بود در راه خیلی خوب شده، هم زود پخته هم شه، هم دیگه میدیدم رضایت نه هیچ اصلا به قاشق نمیچسبه. کلی از این ما خوردیم. آرد سیاهش بیشتر بود، آرد سفید خیلی کم بود. با کرچه آرد سفید داشت میتوانش این آرد سیاه بودنش جاو پیدا نکردیم. یک پاکدار جاو پیدا کردیم خیلی عالی میشه. دوستان عزیز اینال ما روغن چی میشه اضافه نم کم الوا خیلی خوب شمه، هم زود پخته میشه، هم دیگه روغن تیگ نده. تقریبا اینجا 1.5 لیتر روغن بود. کس که این سوپ هم دینال ما خدازی همزن کنه کنچونه دیگه خیلی اصلا دانه نمونده. این تقریبا که 12.5 کیلو بود دیگه 3 لیتر روغن ما روش انداختم. البته الوا کس روغن پس میگوه. این الوا از ما این رقم شکر خوب پخته شد. تقریبا 4 ساعت شده دیگه. در 4 ساعت این رقم شده. دستر نکنم های جان. خواهش نم انشالله خداوند نظرت قبول کنم. الهی شما خاطی نظرت تا نازمانی چیز خبینان دایم هسته. خداوند همه را دارزوش برسن. همه دارزوش برسن. هر کسی هیچ کس بدون مشکل نیه نه؟ آره. تا همه مشکلایش برطرف کنه. مسافرها در جای سفرش بی خطر کنه. دارزوهایش برسن. تا هر کس که باردار دو خوشی
چایش در دنیا بیسته و سالم. کسی که آبجی اولاد بده خداوند اولاد انشالله قد خیر شده. الله یا آمین. تا کسی که اولاد نداره خدا کل گیر بده. خود دوستای عزیز ما حلوا درست کردم. اینال شیرنی جورنیم بلده سر سفره خو خیلی شیرنی های من خوب شمده دیگه. در کنار شیرنی خوریشت خجورنم آلشا و دیگه فردا که نظر دارم دیگه از غذاها زیاده دیگه رسیدگی نمیشه کم کم درست کردم رو. ما این کلچای خجور کردم دیگه. فردا بخیر دیگه. یک شنبه 28 برج 4 ماه آپریل میلادیه دیگه. ما دعا دارم بخیر. اینال کلوچایش حال جور کردم دیگه. حلوایش دیروز یک دو دنه دوست عزیز ما درست کردم را این کمک کرد دیگه. اینال خورش جورم آش و برنج فردا جورم بخیره. دوستای عزیزم صبحشون بخیر. ما دیگه اینال از اول صبح دیگه امروز بخیر 28 برج 4 2024 ما امروز بخیر نظر دارم دیگه. دوستای عزیز ما سر از این سفره با معرفت شدم. کل بینندای خردوانم خدای در هر جای دنیا که هر کسی هر مشکلات داره خدا به حقی سفره مشکلات برطرف کنه. در آرزوهای اصلی دل خو بیرسه. خدای جوانار خوشبخت کنه. جوانار در آرزوهایش بیرسنه. هر کس که هر حاجتی در هر نیتی که هسته خدا دعایش مستجاب کنه. ما بلده همه بینندای خردوانم دیگه. یعنی امروز ما سفره صلوات گرفتم دیگه. این سفره رو ما از اول خوندش دادم. روزی که رفتم بیخ درخواست دادم یک نظر خوندش دادم. اینال خدا را هزار بار شکر. ما پیش از این ماه مبارک رمضان بود که بی از ما آماده دیگه نشد. ماه مبارک رمضان دیگه وقت نبود. اینال اینی سفره رو امروز گرفتم. اینی هم سفره من. اینجا بخیر حلوا درست کردیم. یعنی دیگه حلوای دیگه میثم جانم در رو زحمت میکشه. خدا میثم جان رم در آرزوهایش برسونه انشالله دیگه. اینج بالکن مو دیگه حلوای خدا بالکن آوردیم. یعنی بالکن قشنگ از مویه دیگه. بریم که دیگه دیگه سیل کنیم. خانه خیلی رقم مرتب کردیم. اینج ما آش درست کردم. آش سبزی. آش من این رقم خوب پخته شده. این رقم خیلی خوب شمده آشیم. پیاز داغ و چیزایش هم جور کردم آماده دیگه. پیاز داغش هم اینجا جور کردم آماده کردم اشتم. نعنا داغش هم جور کردم اشتم. اینجا یک مقدار برنج تر کردم دیگه. برنج
خورشت مرغ. آره خورشت مرغ یعنی را آماده کردم دیگه. غذا شکر زیاده دیگه، میتر کم کم از همه چیز جور کردم دیگه. اینجا پیلا ملایخ جور کردم آماده کردم، اینجا چای جوش می جوش را جور کردم آماده کردم بلده چای. دعا کنیم دیگه خدا امام زمان دیگه دعاهایمون مستجاب کنه. اینا میسم جان دیگه نی شیرنی بگر. قبول باشم. شیرنی بیا. شیرنی باشم. ما تو شیرنی میدیم، تو شیرنی بچه لاله را شیرنی که قبولی گرفته شکر. اونش بابا خیر. وش کی میری دیگه؟ دیگه آره دیگه جواب گرفته. خوب خیره. داخت خوشی امور استفاده کنی. انشالله. آره دیگه نی چقدر هوای خوب، فضای خوب. امروز چه خوب روزه. خب دوستای عزیز دیگه ما هم نظر از مو خلاص شده دیگه. همجوری که میبینید مهمان ها از مو رفته، هوام داره کم کم تاریک میشه، ما باید خانه جمع کنیم و اینا. دیگه گفتنی دیگه داریم چرا؟ خب دوستای عزیز دیگه این نظری مهمانی که ما داشتم خدا را شکر تمام شد خیلی ده خوبی. خیلی خانمای خوبم داد اینجا ما را خیلی خوشحال کرد. اینی هم دیگاییم که در بالکونه، دیگ آشیم دیگ الوایم دیگه خیلی خوب تیر شد. بلده شما هم خیلی دعا کردیم دیگه، بلده همه بیننده دعا کردیم دیگه. هر آرزو که در دل خطرین خدا شما در آرزوهایشون برسونه دیگه. خب باید اینجا دیگه درشون نشان بدیم که چه خبره. اینجا خانه خیلی تیده از بال بگر معلوم نشنه. ما مامان هم با هم ست کردیم، ماردیمون گلنگار پشتیم یا دودامنه. یا آشپزخانه مونم خیلی تیده دیگه. الان خودش 2 ساعت وقت میبره. مامانم دیگه چی میگی؟ خب دیگه ما کارای زیاد کردم. صبح زود بیدار شدم، آش پخته کردم دیگه. بقیه کارای انجام دیدم، الوای خره دوباره چیز کردم، سرخ کردم، کارایش کردم دیگه. دخترای گلم بعد از او که بالش ده یعنی کارهای دیگر انجام دیده. بازم مهمانام ده دیگه، از مهمانای پذیرایی کردیم. خب دیگه سفره صلوات 5 شد دیگه. صلوات گفتیم بلده همه بینندای دعا کردیم. خب دیگه دوستای عزیز خدا کنه که از این برنامه خوش شما دشه. این برنامه خیلی برنامه خوب بودی. از این برنامه خدا کنه که خوش شما دشه. دوستای عزیز دیگه لایک سابسکرایب یادشون نره، که از کامنت های زیبایشون یادشون نره که خواهرشون از کامنت های زیبایشون انرژی میگیره دیگه. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدار. دوستان عزیز خیلی خوشحال شدیم تا اینجا همراه از ما بودین. همیشه ویدیو از ما رو دنبال کنین، ولاگای قشنگ داریم، سرگرم موشین دیگه. تا برنامه بعد خدافظ.